ناسالم ترین آدم تو رابطه کسیه که هیچ تلاشی برای حفظ و بهبود رابطه نمیکنه، اما در عین حالم نمیخواد که تو رو از دست بده. این آدم بیشتر دنبال راحتی خودشه و وقتی یه مشکلی پیش میاد هیچ قدم جدی برای حلش بر نمیداره. اما همین که میبینه داری ازش دور میشی یا میخوای بری، یه دفعه شروع میکنه به تلاش و میگه دلم برات تنگ شده، بدون تو نمیتونم زندگی کنم، و کارهایی که دوست داری رو انجام میده تو دوباره بمونی. این نشون میده که بلده چطور توجهت رو جلب کنه، اما واقعا فقط میخواد راحتی خودش رو داشته باشه. تغییری در رفتار یا تعهد واقعی نمیده. مثل کسی که وسط راه وایساده و مسیر رو بلاک کرده، نه میره جلو نه اجازه میده کس دیگه ای رد بشه. این حالت باعث سردی، بی‌اعتمادی و خستگی تو رابطه میشه. تو حق داری کسی رو داشته باشی که همونقدر که تو تلاش و انرژی میذاری برای حفظ رابطه تلاش کنه و بجنگه، نه کسی که فقط وقتی ترس از دست دادنت رو داره ظاهر میشه. تا حالا تو همچین شرایطی بودی؟ از تجربت برام بنویس. مرسی.